اخلاق نیکو در حیات یک فرد مسلمان خیلی مهم و ضروری است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارشادات مبارک خود با اخلاق نیکو و خوشرفتار بودن با مردم خیلی تأکید خصوصی کرده است و همچنین فضائل اخلاق نیکو را هم بیان فرموده اند. از جمله در حدیثی که امام ترمذی آن را از ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنند آمده است: از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که چه چیز بیشتر سبب می شود که انسان به سبب آن داخل جنت شود؟ فرمودند تقوی الله و حسن الخلق، یعنی تقوی خداوند، یعنی ترس از خدا در پنهانی و آشکارا و اجرا کردن فرمانهای او تعالی، و دومی رفتار نیکو. و باز از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که چه چیز بیشتر سبب می شود که انسان به سبب آن داخل دوزخ می شود؟ فرمودند الفم و الفرج، دهان و شرمگاه، که این دو چیز اکثرا سبب می شوند که انسان به سبب اینها داخل دوزخ می شوند. العیاذ بالله. برادران و خواهران عزیز، ببینید که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت اخلاق نیکو را چنین بیان فرمودند که بیشتر سبب می شود که انسان به سبب اخلاق نیکو داخل جنت می شود. ببینید که چقدر فضیلت های بزرگی دارد. پس اخلاق نیکو را برای خود لازم بگیرید. ببینید که جناب رسول الله اینقدر ما و شما را با اخلاق نیکو ترغیب می نماید. متاسفانه امروزها می بینیم که جوانان این امت اصلا اخلاق نیکو را فراموش کرده اند. از این حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیگانه شده اند. پس ای کسی که صدای مرا می شنوی، این سخن مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را به دوستانتان هم بفرست. برادر و خواهری که این صدای مرا می شنوی، خود که اگر نمی توانی نصیحت کنی و حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کنی، پس تو می توانی چنین سخنهای جناب رسول الله، چنین سخنهایی که از در و یاقوت و مروارید با ارزشتر است، به دیگران برسانی. در ثواب آن کوتاهی نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.